شما مشغول چه کاری هستین؟ لطفا بفرمایید. بفرمایید. چیه؟ فرشوری دارین کار باشه؟ چیه؟ آره. قالیشویی باز کردین؟ دارم دست گلمو تمیز میکنم. چای ریخ روی این فرش. چایی ریخ؟ دستم افتاد. فکر کردم قالیشویی باز کردین نه که فرشامونو بیاریم. نه حالا چیز کردم. خب الان چی کار میکنی شما؟ دارم میکشم رنگش بس. خب چرا چای ریخته اینجا؟ چی ریخته؟ دستم خورد افتاد. خدمتتون بگم که تو این یکم چیز ریختم. چیه؟ چه محلول قاطی کردی؟ سرکه، خب. سرکه سفید، جوش شیرین، کمی وایتکس خب با یکم مایع. حالا میکشیم ببینیم که خیلی انگار رنگ باز کرده. الان رنگش ببینیم باز میشه. این خرابکاری ما این کمی برتر هم از سمت چپ. این فرش خب، ما روشنه. بریم تا شما هم تمیزکاری کنیم. آره این کار فرشون داریم. روشنه. فری لکو گرفت. بکشیم ببینیم که پاک میشه یا نه. موفق باشید تمیزکاری کنید. مرسی. امیدوارم با این محلول جواب بده پاک بشه. فرش به اون خوشگلی رو نگاه چه لکه‌ای. چایی ریخته. چایی. ای چایی نخورین بابا. چه خبرتون اینقدر چای میخورین؟